برای حاملگی در ما حدیث در مسند امام احمد و ترمذی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ان الله وضع عن المسافر الصيام و شطر الصلاة و عن الحامل و المرضع الصيام. پروردگار گذاشت یا که برداشت از مسافر نیمی نماز را، نمازهای 4 رکعته را 2 رکعته میخوانند چون مسافران، و این چنین روزه را، و از زنهای حامله و شیردهنده روزه را. یعنی در نزد 4 مذهب و یا گفتیم اتفاق علما این حدیث دلالت نمی کند که زن حامله و یا این که شیرده روزه گیرد گناهگار می شود، بلکه معنایش این است که زنی که حامله هست و شیر می دهد رخصت دارد که به خاطر بی‌قوتی یا به خاطر اینکه مثلا به سلامتیش یا به کودکش ضرر می رسد روزه نگیرد، اما برایش فرض می شود که بعد از خلاصی از حاملگی یا بعد از شیر برآوردن کودک روزه بگیرد. اما اگر زنی حامله یا شیر دهنده گفت که من سلامتیم خیلی خوب است، برعکس خیلی میخواهم به ثواب ماه رمضان شریک شوم، و هم زیاد خواهرها در زمان حاضره که میخواهند از فربگی بعد از حامله داری و بعد از تولد خلاص شوند، من میخواهم روزه بگیرم هم برای رضایت الله هم برای یکم دیت یا لاغر شدن، یگان با که ندارد شما گناهگار نمیشوید. و سبحان الله تقریبا یگان طبیبی رو نشونیده بودم من خودم شخصا در مدتی که خودم صاحب 4 فرزند هستم که گفته باشد که اصلا روزه نگیر به تو ضرر دارد. همین گونه طبیب رو اصلا نشونیده بودم. آره خواهرهایی هستند که آنها بیمار هستند، بیماری خونکمی دارن، اونها یک کم گرسنه موندن سرشان چرخ میزند به زمین میافتند، یا اینکه خواهرهایی هستند که بیماری های جدی دیگر دارن که عموما سلامتیشان برای گرسنه موندن یک چند ساعت اصلا اجازه نمیدهد و آنها نه روزه گرفته میتوانند نه ساعت های طولانی گرسنه مانده میتوانند. اما این گونه خواهرها خیلی کم هستند، برعکس خواهرهای زیادی دیگر هستند. و حتی حدیث است که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم زنهای شیردهنده وقتی روزه می گرفتند حرکت میکردند روزانه و فرزندهایشان یگان نمود خوراک دهند و شبش فقط شیر دهند، شبش فقط شیر دهند. یعنی شما اگر کودک معده داشته باشید یا حامله باشید، اگر سلامتیتان اجازه دهد که هر یک زن از جسم خودش از طلباتی بدن خودش آگاه هست، اگر شما توانید البته روزه برایتان یگان گناه ندارد و یگان شوهر و یگان خوشتامن و پدر و مادر حق ندارد بگوید که نه تو روزه نگیر گناهگار میشوی، حامله هستی روزت قبول نیست. این گپ در یگان جا نآمده است. نباید از نام شریعت گپ دروغ زنیم که زنی که حامله است روزه گیرد گویا گناهگار میشود روزش قبول نیست. آره زنی که میداند که روزه گیرد از حال میرود و دیگر درد سر برای اهل بیتش می شود، از پا می افتد، قدم گرفته نمی تواند. یا زنی که کودکش معده است و اگر شیر مادر نخورد که الان می داند تقریبا 90% کودک ها می توانند شیر صنعی یا از همان شیرهای عادی که برای کودک ها تیار می کنند از آن بخورند. یعنی این در حاضر زمان برای کودک ها غذاها یا طعام هایی که برای کودک های شیرخواره آماده است خیلی زیاد هستند. اما یک خیر گفت نه علاج نه، کودک من از گرسنگی تمام روز گریه میکند و بیمار شود، الله به تو اجازه داده است که روزت رو نگیری، پس نگیری، خودت رو گناهگار نکن. میگویم وقتی که او بیمار است یا کودکش بیمار میشود